شاید این سوال برای شما پیش اومده باشه که چرا انسان‌های مختلف صداهای متفاوتی دارن. رنگ صداشون میگن فرق میکنه، جنس صداش، یکی صدای گرمی داره، یکی صدای لغت‌های عجیب غریبی هم گهگاه استفاده میشه. یا حتی چرا سازهای مختلف با اینکه یه نوت رو میزنن، با یه نوت دو برای مثال شما میتونید با همه ویولون بزنید، با پیانو بزنید، چرا اینا با هم دیگه اینقدر متفاوتن؟ صدای ویولون رو با صدای پیانو مقایسه کنید یا با ساکسیفون، تار، ستار، چی باعث میشه که اینا با هم متفاوت بشه؟ در این ویدیویی که مشاهده خواهید کرد در ابتدا برای عموم مردم هست، یه 10 دقیقه 5 دقیقه 7 دقیقه اول برای عموم مردم هست. نیمه دوم ویدیو برای اهالی موسیقی و اهالی فیزیک، کسانی که هم به فیزیک علاقه‌مند هستن و هم به موسیقی علاقه‌مند هستن یا فقط به یکی از اینها علاقه‌مند هستن. اگه دوست داشتید به شکل عمیق و با فرمول ریاضی متوجه بشید این مطالبی که الان من در اینجا به شکل ساده خواهم گفت علتش چی هست، نیمه دوم ویدیو رو میتونید مشاهده بکنید. اصلا چرا صدای آقایون با صدای خانوم ها هم به لحاظ فرکانس فرق میکنه؟ صدای خانوم ها معمولاً زیرتره و همین که چرا صدای آقایون کلفتره، یه حالت پرشدگی داره، اما صدای خانوم ها نازکتر هست. در ساز هم همینا، شما نوت‌های خیلی زیر پیانو رو بزنید خیلی صدای نازکی داره، ولی وقتی صدای بم رو میزنید خیلی صدای پری به گوش میرسه. به خاطر همین هم هست که توی بحث هارمونی ما میگیم صداهای بم خیلی مهم هستن توی موسیقی، به خاطر اینکه خیلی پرتر هستن. اصولا هر صدای موسیقایی یک سری خصوصیت داره، این خیلی مهمه، دقت کنید. وقتی میخواید موسیقی گوش بدید به این خصوصیاتی که من عرض میکنم دقت کنید. یکی شدت صداست که خیلی بلند باشه یا خیلی یواش باشه، من میگن دینامیک. به اونی که بلنده میگن فورته، اونی که یواشه میگن پیانو. پیانو نه اون ساز پیانوها، یه حالته. پیانو یعنی آروم، به خاطر این آرامش بخش بودن صدای پیانو بهش میگن پیانو. ولی پیانو یعنی صدای آروم. خود اینم حالتهای مختلف داره، انواع پیانو داره. این یه خصوصیت، ما کاری بهش نداریم. یه خصوصیت دیگه فرکانس صداست که صدای خیلی زیر باشه یا صدای خیلی بمی داشته باشید شما. یه حالت دیگه طول صداست، اینکه صدا چند ثانیه امتداد پیدا میکنه، یا خیلی کوتاه سریع عوض میشه یا خیلی ادامه. اگه سریع عوض بشه تمپوی آهنگ خیلی میره بالا، اما اگر یواش حرف بزنم هر واژه‌ای که میگم خیلی طولانی تر ادا شده. یه خصوصیت دیگهش بیان در موسیقی است و اینکه من الان دارم حرف میزنم میتونم خیلی خشک و بی احساس صحبت کنم یا خیلی با بیان و با حس و حال خوبی حرف بزنم. یعنی آرتیکولاسیون هم یه بخش از این هست که من بریده صحبت بکنم یا به صورت پیوسته، بهش میگن لگاتو در موسیقی، لگاتو و پیوسته با هم صحبت بکنم. اینا خصوصیاتی هستن که در حالا ویدیوهای دیگر میشه راجع بهشون به اندازه کافی صحبت کرد. یکی دیگه از اون خصوصیاتی که در صدا داره اهمیت، رنگ صدا، تمبر صداست. من زیاد از لغت رنگ خوشم نمیاد، استفاده تمبر بگیم بهتره. یعنی همین صدایی که یه فرکانسی داره، یه دینامیکی داره، شدتی داره، یه طول مدتی داره، یا هر یه آرتیکول هر چی که داره، این با چه سازی نواخته بشه؟ با ویولون نواخته بشه یا با پیانو؟ با این خواننده شما آقای ایکس یا فلانی ویگرگ، صدای آدمای همین یه آهنگو وقتی دو نفر میخونن باز رنگ صدای مختلف میخونن دیگه. در این ویدیو در مورد این رنگ صدا داریم صحبت میکنیم. خیلی من سعی میکنم مثالهای غیر موسیقی بزنم که متوجه بشید منظورم چی هست. شما در نقاشی آیا یک جور رنگ آبی دارید؟ من میتونم یه رنگ آبی با آبرنگ بزنم، یا میتونم یک رنگ آبی با از این رنگ روغن بزنم، یا همون رنگ آبی رو با آکریلیک بزنم. و تکنیک‌های مختلف نقاشی که وجود داره، من همون رنگ آبی رو میتونم به شکل‌های مختلف بزنم. خب چی باعث میشه که رنگ‌های آبی من در آبرنگ متفاوت باشه با رنگ روغن؟ حالا اونجا شاید پروسه ساختشون اینجوری باشه، من کاری به اون ندارم. در موسیقی هم همینه. این یک مثال بود. یک جور مثال دیگه هم اگه بخوام به شما بزنم اینه که شما وقتی میگویید یک رنگ سرخابی برای مثال، چه میدونم رنگ بنفش، یه سری رنگ اصلی دارید شما، یه سری رنگ هایی که از ترکیب این رنگ ها حاصل میشن. حالا شما ممکنه رنگ آبی، قرمز و سفید رو 1/3 با هم قاطی کنید یک رنگ جدید حاصل بشه. حالا ممکن هستش به جای اینکه 1/3 باشه نصف سفید بزنید، 25% قرمز، 25%
آبی بزنیم، نه ممکنه نصفش رو سفید بزنیم، 30% قرمز بزنیم، 20% آبی بزنیم. ببینید چقدر حالتهای مختلفی ایجاد میشه و اون رنگ نهایی که ایجاد خواهد شد یکی نیست. در موسیقی هم دقیقاً همین گونه است که وقتی شما یک صدا میشنوید، این صدا فقط یک فرکانس نداره، بلکه مجموعه ای از تعداد زیادی فرکانس های مختلف است که همزمان اینا رو با هم دیگه دارید میشنوید. یک نوت دویی که وقتی مینوازم، یک صداهای زیرتره، اونایی که ثانویه هستن همشون صداهای زیرتری هستن، فرکانسشون بالاتره. این صداهای ثانویه در ادامه میاد. حالا چرا من صدای آقایون کلفته؟ سوال اولو جواب بدم. چرا اینقدر صداهای بم تو هارمونی مهمه؟ به خاطر اینکه وقتی صدای بم میزنید شما، اون صداهای ثانویه که بهش میگن هارمونیک، ولی اسمی هم روش گذاشتن، کار نداریم، فراهنگ، یعنی یک چیزی که هست این فراتر از اونه. این صداهای ثانویه میفته تو محدوده شنوایی گوش انسان. من میتونم بشنوم، به خاطر همین خیلی صدا رو ضخیم میشنوم، چون یه فرکانس نیست، مجموعه‌ای از چند تا فرکانس. اما وقتی یه صدای زیر میزنم، خب این چون صداهای بعدی میفته بیرون از محدوده شنوایی گوش انسان، من دیگه اون صداهای ثانویه رو خیلی ضعیف میشنوم. به خاطر این صدا خیلی لاغر و شاید در اینها خیلی شفاف. به خاطر همین هستش که ملودی ها رو معمولا با صداهای زیر میزنن، به خاطر اینکه خیلی شفاف و درخشان هست. ولی صدای بم گم میشه چون چند تا فرکانس درش هست، یه حالت حمایتگر داره. شاید مثل خانوم ها آقایون حالت حمایتگری دارن. حالا مثال بزنیم، ملودی با صدای زیر ولی هارمونی با صدای بم هست که معنی پیدا میکنه. سوال بعدی، چرا سازهای مختلف رنگ مختلف، صدای مختلفی دارن؟ یعنی بخوام یه لغت دیگه بگم، تمبرهای مختلفی دارن. این برمیگرده به همون فرکانس های ثانویه. شما یک نوت یکسان رو وقتی با ویولون میزنید یا با هورن میزنید، با کلارینت میزنید، با سازهای مختلف میزنید، شاید اون اولی یکی باشه، نمیگم یکی زیر یکی و ما همشون تو یک جا، ولی اون صداهای ثانویه‌ای که میاد همشون به یک نسبت تولید نمیشن. تو یکی از اینا ممکنه مثلا زوجا خیلی به چشم بیان، تو یه سری برای نمونه اون فردها دومی، چهارمی، ششمی خیلی برجسته باشن، تو یه ساز دیگه ای سومی و پنجمی و هفتمی و اینا برجسته باشن. مثل اون ستارنگی که گفتم با هم ادغام میشه که شما یک سوم یک سوم یک سوم باشه، یا نه 50% سفید باشه، 30%، 40% قرمز باشه، فقط 10% آبی باشه. خب یه چیز دیگه میشه، یعنی رنگ نهایی رنگ دیگه میشه. در موسیقی هم این صدای اولیه شاید یکی باشه، ولی صداهای ثانویه به شکل‌های مختلف هستن که ادغام میشه. مثل این که شما میخواین آشپزی کنین، خب مواد مختلف میریزین تو ظرف، هم میزنید دیگه. این مواد مختلف مثل همون صداهای مختلفن، ولی یکیش هست خیلی غالبه. مثلا ممکنه شکر خیلی بریزین توش، برای نمونه ممکن هست آب زیاد بریزین توش، تو یکی هویج زیاد بریزین، اون میشه اون اولیه. اون مواد ثانویه نمک و فلفل و اینایی که هست، یکی ممکنه خیلی شور دوست داشته باشه، یکی فلفل زیاد بزنه توش. این حالت‌های مختلف سعی می‌کنم با مثال‌های خیلی عجیب غریب بگم که متوجه بشید منظور چی است. پس یه فرکانس اولیه دارم که این فرکانس اولیه از کجا تولید میشه بستگی داره ساز شما از نوع کوبه‌ای باشه یا از نوع آرشه‌ای سیمی باشه، زهی باشه، یا نه اصلا از بادی باشه. من در مورد تک تک اینا ویدیو دارم و با فرمول‌های ریاضی به دست آوردم که فرکانس چقدره ها، محاسبه کردیم فرکانس رو. یه مقدار بس هم فیزیکیه، هم ریاضیه، هم موسیقایی است. مثلا طول سیم یکی از اون چیزهایی است که خیلی اهمیت داره. به نظر شما هر چقدر طول یک سیم گیتار یا هر سیم دیگه‌ای که از دو طرف نگه، هر چقدر کوتاه‌تر باشه صدای زیرتری تولید میکنه یا صدای بمتری تولید میکنه. به خاطر همین گیتاریست‌ها دستشون رو بالا پایین میکنن که طول سیم رو تغییر بدن و صداهای با فرکانس‌های مختلف ایجاد بشه. یا کششی که تو سیم هست مهمه، برای اینکه خیلی سیم رو محکم بکشین یا یکم شلش کنید ضربه بزنید متفاوت میشه. یا مثلا اون مقدار خصوصیات فیزیکی اون سیمی که استفاده شده، فلزی، نایلونی، چی، این دارای اهمیت. این کاری به این نداره. این میشه اون فرکانس پایه‌ای که وجود داره. ولی این فرکانس پایه فقط نیست که به گوش شما میرسه، یه سری فرکانس‌های دیگه هم همزمان به گوش شما میرسه که بسته به اینکه کدوم اینا قوی باشه، تمبرهای مختلف یا حالت صداهای مختلف از سازهای مختلف ایجاد خواهد شد.